کنید. چون همیشگی درس امروزه رو نیز با quote of the day یعنی سخن روز آغاز میکنیم و سخن روزی درس امروزه‌مون چنین است. The only way to do great work is to love what you do by Steve Jobs. ترجمهش به زبان تاجیکی می شود: یگانه راه انجام دادن کاری بزرگ این دوست داشتن کاری که میکنید است. سخن استیو جابز. New words کلمه های نو. Need احتیاج داشتن. Want خواستن. Do does اینها فعل های یاردهنده می باشند که به معنای کردن می آیند. Noun اسم. Infinitive این شکل فعل می باشد. Idea فکر. Strong با قوت. Important مهم. To drink نوشیدن. To make کردن. To buy خریدن. To watch تماشا کردن. To take گرفتن. To wash شستن. To walk راه رفتن. To listen to گوش دادن با. To pay پرداخت کردن. To go رفتن. To come آمدن. To marry آیله‌دار شدن. To call زنگ زدن و یا فریاد کردن. To play بازی کردن. در اینجا درس امروزه ما به پایان رسید. اگر به کانال آبونه نشده باشید لطفاً آبونه شوید، به نوار لایک گذارید، فکر و عقیده های خود را برای بهتر کردن صفت درس ها در شرح ها گذارید. این نوار را به دوستان و نزدیکانتان روان کنید تا آنها نیز از کانال ما با خبر شوند و برای اولین شده خبر داشتن از درس های نو زنگوله را زیر کنید. از همه شما برای تماشای نوارهای ما تا آخر منت دارم. لطفاً با ما باشید و با ما زبان انگلیسی را آسان برایگان آموزید.